باب 18. مایوسی را چطور در 14 روز طبابت کردن ممکن است؟ هنگام بالای این کتاب کار کردن من قرار دادم در بابت بهترین حکایه ترجمه حالی در موضوعی چطور من تشویش و اضطراب را پشت سر نمودم آزمون اعلان کنم. مکافات یکم در حجم $200 3 حکم تعیین گشته بود. ادی ریکنبکر پرزیدنت کمپانی ایسترن ایرلاینز، دکتر استیوارت او مکیلن پرزیدنت دانشگاه مموریالی به نام لینکلن و کالتنبار شارح سیاسی رادیو. ما دو حکایه بهترین را جدا کردیم که حکمان نتوانستند به یکی از آنها افضلیت بیشتری دهند. لازم آمد مکافات را تقسیم کنیم. حاضر شما را به یکی از آنها که مؤلفش برتون کارگری فرمای اتومبیل فروشی ویز می باشد آشنا می سازم. وقتی 9 ساله بودم مادرم را گم کردم. در 12 سالگی باشد بی پدر ماندم. می نویسد جناب برتون. پدرم وفات کرد ولی مادرم باشد از خانه برآمده رفته بود. از همان وقت سر کرده او را و خواهرچه هایم را که مادرم با خود برده بود دیگر ندیدم. بعد 3 سال رفتن مادرم پدرم در صدمه اتومبیلی هلاک شد. او و یک رفیقش در شهری نه آنقدر کلان شتات میسوری قهوه‌خانه را خریدند، ولی هنگامی در سفر خدمتی بودن پدرم شریکش قهوه‌خانه را فروخته پولها را از آن خود نموده غیب شده است. از این آگاه شده یکی از رفیقانش به پدرم برقیه می‌فرستد و او در بازگشت شاید سراسیمه شده در شتات کانزاس به صدمه گرفتار گشت. او 2 خواهر داشت. آنها پیر و کمبغل و بیمار بودند. به این نگاه نگرده 3 کودک عائله ما را به تربیت خود گرفتند. فقط من و خواهرک خردسالم به هیچ کس لازم نشدیم و ما را به نگاه بین حکومت شهر واگذار نمودند. همه وقت در هراس بودیم که به ما چون به صغیره ها مناسبت میکنند. دیری نگذشته همین طور هم شد. یک عائله کمبغل ما را موقتاً به تربیت خود گرفت. آوان مشکل بود. سرور عائله یک مدت بیکار ماند و آنها دیگر نتوانستند مرا نگاه بین کنند. بعد این در فرم جناب و خانم لافتین ها زندگی کردیم. مکان آنها از شهر در مسافه 11 میل دور واقع بود. جناب لافتینی 70 ساله با شکوفه کمربند گرفتار و بستری بود. او اجازه داد که در خانهش زندگی کنم به شرطی که دروغ نگویم، دزدی نکنم و از گپ او نبرایم. این 3 شرط را من چون طلبات بیبلی قبول کرده قطعاً رعایت می نمودم. وقتش رسید و به مکتب رفتم ولی هفته نگذشته دیگر از خانه بیرون نبرآمده تلخ می گریستم. سبب همسنفان مرا تحقیر می کردند. بینی کلانم را مسخره می داشتند، می گفتند که من کلغفس و صغیرم. این به من خیلی علم کرد و مرا پیوسته لازم می آمد با آنها زناشویی کنم. ولی جناب لافتین دائما مرا نگاه می داشت و گفت مبارزه را رد کردن بیشتر مردانگی را طلب می کند. نسبت به آنی که به حریف مقابل نشان دهی من به گپ او گوش انداخته جنگ نمی کردم. ولی باری وقتی یک همسنفم برویم سرگینی مرغ را پرتافت دیگر طاقت نکرده او را تا نیمه جان شدنش کوفتم و بعد این یک و یک باره 2 رفیق پیدا کردم. بار خانم لافتین به من کلاه خرید که خیلی شاد شدم. ولی در مکتب یکی از دختران صنفای بالایی کلاهم را چنگ زده از سرم گرفت و پوری آب کرد. در مکتب خود را به زور نگاه داشتم ولی وقتی به خانه آمدم طاقت نکردم و اشکم 6 قطار شد. ان همین وقت خانم لافتین مرا آرام کرده ایستاده مصلحت داد که چطور تشویش را از خود دور و دشمنان را دوست کردن ممکن است. او گفت رالف، هیچ کس تو را تحقیر و خفه نمی کند اگر به آدمان رغبت ظاهر سازی و دائما کوشش نمایی که یگان کاری خوبی بکنی. من به مصلحت او گوش انداختم. بغیر از این کوشش می کردم که خوب خوانم و دیری نگذشته در صنفمان یکی از داناترین ها شدم. ولی کسی به من حسد نمی بود چون که کوشش می کردم به همه کمک رسانم. با چند همصنف خود در نقل خطی نوشتن و به دیگران در انشای معروضه یاردم رساندم. یک همصنفم شرم می داشت به والدینش بگوید که نزد من به درس تیار کنی می آید و شکار می رویم گفته نزدم می آمد. همین طریق نه تنها به همصنفانم به دیگران نیز کمک می رساندم. از همسایه ها 2 کس ففتیدن، 2 فرمری پیر وفات کردند و یک زنک را شوهرش پرتافته رفت. در 4 عائله من یگانه مردینه ماندم.
و به همین آنها کم و بیش خدمت میکردم. هیزم می شکستم، گاو می جوشیدم، گاو و مال را آب و خوراک می دادم. همه مرا دوست می داشتن، دعای نیک می دادن و چون آدم خودی قبول می کردن، همین آنها حسیات خود را عملاً وقتی نشان دادند که من از خدمت حربی برگشتم. روز یکم به دیدار من زیاد از 200 فرمرها آمدند که یک قسم آنها زیاد از 200-300 میل مسافه را طی زده بودند. همه آنها صمیمانه خرسندی میکردند. خلاصه من خیلی کم تشویش و اضطراب داشتم، چون که دائما بندی به دیگران کمک رساندن بودم. این به من خرسندی به انتها می آورد. انا 30 سال می شود که کسی مرا تحقیر نمی کند. زنده باد جناب برتون. او می داند که چطور دوست پیدا کردن ممکن است. این چنین او می داند که چطور تشویش و اضطراب را پشت سر نموده از حیات حلاوت بردن ممکن است. دکتر فرانک لوب از سیدلی شتاتی واشنگتن نیز عیناً همین خیل رفتار می نمود. طی 23 سال او بیماری بستری بود، ارتید. اما چطوری خبرنگار روزنامه ستیل ستار استیوارت ویتهاوس نوشته است، من بارها با جناب لوب صحبت کردم و مثل او آدم دوست را که از زندگی حلاوت می برد ندیدم. خوش چطور معیوبی بستری می تواند از حیات حلاوت برد؟ با اختیار شما 2 فرضیه را پیشنهاد میکنم. او دائما از حیات شکایت نموده دیگران را محکوم می نمود؟ نه. او حس رحم و شفقت دیگران را به خود جلب می ساخت؟ نه. او خوشبختی حیات را از آن تأسیس کرده بود که گفته شاهزاده ویلز من خدمت میکنم را شعار حیاتش قرار داده بود. دکتر لوب نام و نسب و نشان معیوبان را دریافت کرده به آنها مکتوب‌های تسلی بخش می‌نوشت. او حتی کلوب معیوبان و دیرتر جمعیت آنها را سازمان داد. در بستر دراز کشیده دکتر لوب هر سال زیاد از 1400 مکتوب می‌نوشت و با این قدر آدمان معیوب مونس و همصحبت می‌گشت و یک قسم دیگری آنها رادیو و کتاب‌ها دریافت می‌نمود. چیست فرقیتی بین دکتر لوب و بسیار آدمان دیگر؟ فرق در آن است که تینت لوب سرشاری مقصدی عالی، کاری نجیبانه است. انا تصدیق حیرت آوری که به قلم پسیخیاتر مشهور آلفرد ادلر تعلق دارد. او به مزاجان خود که گرفتار مایوسی بودند گفته بود شما می توانید در طول 14 روز طبابت یابید، به شرط این تفسیر را رعایت کنید. کوشش کنید هر روز درباره آن اندیشید که چگونه کاری نیکی کرده می توانید. این چنان غیر عادی می نماید که لازم می دانم از کتاب او برای شما حیات چی معنا دارد 2 صفحه را اقتباس بیارم. مایوسی می نویسد ادلر مثل غضبی نهانی است که به محیط اطراف روانه گشته باشد. آن بیماری است. شخص بیمار برای آنکه نگاه بین دستگیری و توجه بیند خود را افتاده روح و تلخکام نشان می دهد. خاطره نخستین میزاج تقریبا چنین است. به خاطر دارم روی کت دراز کشیدن میخواستم ولی آنجا برادرم خواب بود. چنان فریاد زدم که مجبور شد برخیزد. اشخاص گرفتار مایوسی دائما مایل آنند که با خود را کشتن انتقام بگیرند و چاره‌بینی نخستین دکتر باید آن باشد که برای این عمل سبب نماید. شخصا من برای پس کردن شدت وضعیت عمومی بیمار قاعده اولی طبابت را پیشنهاد میکنم. هیچ وقت کاری نکنید که آن را نمیخواهید. این خیلی خاکسارانه می نماید ولی من همین خیلی گمان می کنم که اینجا اصلی مسئله نهان است. اگر شخصی به مایوسی گرفتار امکان داشته باشد که آن کاری را می خواهد اجرا کند، پس کی را می تواند عیبدار سازد؟ برای چی می خواهد انتقام ستاند؟ اگر به تئاتر رفتن خواهد، مرحمت می گویم من به او. رفت و در نصف راه خواهشتان دیگر شود برگردید. این وضعیتی از همه بهترین است برای آدمیزاد. این تمام میل‌های میزاج را قناعتمند می‌سازد. او مثل پادشاه است. چه کاری را خواهد همان را می‌کند. از دیگر طرف این به طرز حیات او در رفت جا می‌شود. اصلا او نیت دارد دیگران را عیبدار سازد ولی وقتی دیگران به او مقابلیت نشان نمی‌دهند دیگر به این امکانیت نمی‌ماند. این قاعده خیلی کمک می‌کند که در بین میزاجان من یگان حادثه خودکشی روی نداده است. بعضاً عادتاً میزاجان می‌گویند که من هیچ کار کرده نمیخواهم. من برای به این سوال جواب دادن الکی آماده ام چون که آن را بسیار شنیده ام. خیر یگان کاری را که به شما معقول نیست نکنید. گاه میزاجان میگویند من میخواهم تا بگاهی دراز کشم. میدانم که اگر اجازت دهم این در را به دلش میزند ولی اگر زید برایم جنجال میخیزاند خوبش راضی شدن.
بازقایده دیگری هست که آن به طرز حیات تأثیری بی‌واسطه می‌رساند. به میزاجان میگویم شما می توانید در طول 14 روز طبابت یابید اگر این توصیه را رعایت کنید. کوشش کنید هر روز درباره آن اندیشید که چگونه می توانید کار نیکی کنید. برای آنها این چه اهمیت دارد؟ آنها عادتاً بند آن اندیشند که چطور کسی را زهر زنند. جوابها خیلی عجیبند. بعضی‌ها میگویند این خیلی آسان است. این کار را من تمام عمر میکنم. در اصل باشد آنها هیچ وقت این کار را نکردند و این من یک بار دیگر آنها را مجبور میکنم در این باره فکر کنند. بله، باز در این باره فکر نمی کنند آنها. باز میگویم وقتی خوابتان نمی برد متصل درباره آن فکر کنید به که چگونه نیکی کردن ممکن است و این یک قدم قطعی است برای بهبودی زندگیتان. روز دیگر میپرسم اندیشیده درباره آن چیزی که من گفتم؟ جواب میدهند دین به جای خوب در آمدن زمان خوابمان برده است. همه این خود از خود معلوم باید آزاد، دوستانه و به یگان کلانگری صورت گیرد. بعضی ها چنین جواب میدهند من هیچ وقت این کار را کرده نمیتوانم. بسیار تشویش دارم. با چنین اشخاص میگویم تشویش کشیدن گیر، ولی در یک وقت درباره دیگران هم فکر بکن. همین طریق میخواهم در طینت میزاجانم نسبت به نزدیکانشان رغبت پیدا شود. بعضی ها گشاد و روشن میگویند چرا من برای دیگران کاری خوب کنم وقتی دیگران نسبت به من چنین رفتار نمیسازند؟ شما پیش از همه باید درباره سلامتی خود فکر کنید. میگویم در این حالت دیگران بعد عذاب میکشند. بسیار کم اتفاق میافتد من میزاجانی را واخورم که بگوید درباره نصیحت هایی که شما دادید فکر کردم. خلاصه تمام قوت من به آن روانه کرده شده است که رغبت اجتماعی میزاج را افزون سازم. من میدانم که سبب اساسی بیماری او وجود نداشتن همکاری از جانب اوست و این را باید ببیند و حس کند. هر وقت در طینت او نسبت نزدیکانش مناسبت همکاری پیدا می شود طبابت می یابد. طلبات اساسی این همه وقت چنین بود: خویش و اقربای خود را دوست دار. حقیقتا هم آدمی که خویش و اقربای خود را دوست نمی دارد در حیات به دشواری های زیادی گرفتار می شود و به دیگران نیز ضرر می آورد. انا در بین همین آدمانند بیبراران حیات. تمام طلبات ما نسبت به انسان و تهنیت و تحسینی که او سزاوار می باشد در آن محفوظ است که او باید با دیگران همکاری کند، همیشه مناسبت نیک و دوستانه داشته باشد، همسفری صادق باشد در محبت و حیات عائلوی. دکتر ادلر تأکید می کند که ما باید هر روز کار نیکی کنیم. کار نیک چیست؟ شاید بپرسید شما. کار نیک گفته است پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم آن است که به چهره ها تبسم و خرسندی می آورد. برای چه هر روز کار نیک کردن اینقدر فایده حیرت آور دارد؟ برای آن که به دیگران نیکی کردن امکان نمی دهد که درباره خود بسیار فکر نماییم که این سبب اساسی تشویش، ترس و مایوسی است. من بسیار شنیدم حکایت آدمانی را که خود را فراموش کرده به این وسیله سلامتی و خوشبختی یافتند. در این باره حتی امکان دارم یک کتابی کلان تهیه سازم. انا مثلا سرگذشت مارگریت تیلور ییتس، یکی از معروفترین زنان فلات حربی بحری ایالات متحده آمریکا. خانم ییتس مؤلف چندین رمان هاست، ولی یگان رمان دیتکتیوی او حتی به نصف آن واقعه های دهشتناک پگاهی بر وقت هنگام ژاپن ها با کشتی های آمریکایی در پرل هاربور ضربه زده بودند به او روی داد برابر نمی شوند. پیش از این خانم ییتس زیاده از 1 سال باز معیوب بود. از بیستر او 4 ساعت یک شبانه روز او 22 ساعتش را در بیستر می گذراند. سفری دور و درازترین و پر از مشقت برای او سیاحت باغ بود. لازم می اومد که در تکه خدمتگار زنک راه پیماید. طور خودش حکایه می کند آن روزها با او چنین می نمود که یک اون معیوب می ماند. من هیچ وقت ناز نمی شدم. حکایه می کند و اگر ژاپن ها به پرل هاربور هجوم نمی کردند. این واقعه عاجلانه مرا از حالت آرامی بیرون آورد. وقتی این حادثه روی داد گرد و اطراف ناآرام و بی‌سرانجام شد. یک بمب در نزدیکی خانه من ترکیده مرا از جای خواب به بیرون پرتافت.
ماشین‌های بارکش حربی جانب میدان هوایی هیکینفیلد، باشگاه‌های سکوفیلد و بعضی حربی کنیخو بی سر و سیموار در رو آب بودند تا زنان و فرزندان پیاده‌گرد و بهره‌نوردان را به جای بی‌خوف کوچانند. خادمان صلیبی سرخ توسط تلفن از ساکنان محلی می‌پرسیدند که اشخاصی بی سرپناه مانده را موقتاً جایگیر سازند. بسیاری ها می دانستند که من در پهلوی بیسترم، تلفن دارم و از من خواهش میکردند خبرهای مهم را به این و آن رسانم. من تمام معلومات ها را درباره در کجا جایگیر کنندن زنان و فرزندان حربیان جمع می آوردم. به خدمتچیان حربی فهمانیده شده بود که عائدی در کجا جایگیر کننده شدن، زن و فرزندانشان می توانند به من مراجعت کنند. دیری نگذشته من فهمیدم که شوهرم کاپیتان رنگی دوم رابرت ریلف ییتس ضرر ندیده است. از این بیشتر رو گرفته کوشش میکردم آن زنانی را که از تقدیر شوهرانشان بیخبر بودند دلبرداری دهم. آنهایی را که شوهرانشان را از دست داده بودند آرام سازم. این گونه زنان هم کم نبودند. آن وقت زیاده از 2117 نفر افسر و عسکران به هلاکت رسیده، 960 نفر بی نام و نشان گم شده بودند. سراول در جای خوب دراز کشیده به زنگای تلفن جواب میدادند. سپس این عمل را نشسته اجرا میکردگی شدم. عاقبت به این کار چنان داده شدم که اکنون خسته در پس میز می نشستم. به نگاه و بین و تسلای آدمان از میان زیاد تلفات دیده مشغول گشته درد خود را پر فراموش کردم. از آن همان دوره سر کرده تا به امروز من در جایگاه فقط همان 8 ساعتی را می گذرانم که برای خواب جدا کرده شده است. حاضر خود به خود می اندیشم که اگر به ژاپن ها به پرل هاربور حمله نمی کردند ممکن من یک اون معیوب می ماندم. آخر آن وقت در جایگاه دراز کشیدن به یک عادت مقرری من تبدیل یافته معقولم شده بود. دائم به خدمتم آماده بودند و اکنون میفهمم که اراده‌ام را مهارتی برای تندرستی مبارزه بردنم را به تدریج گم میکردم. هجوم به پرل هاربور از فاجعه های بزرگترین تاریخ امریکاست، ولی شخصا برای من آن یکی از واقعه های مهمی حیات بود. این بحران دهشتناک به من آن نیروی را داد که حتی در آرزویشم نبودم. دقت من از تهلکه خودی بیرون و به دیگر آدمان روانه گشت. این به حیات من معنای عمیق بخشید. دیگر من وقت نداشتم درباره خود اندیشم. یکی آدمانی که به روحشناس مراجعت میکنند شاید طبابت یابند، از روی اصولی مارگارت ییتس عمل نمایند. آنها طبابت مییابند اگر به کمک دیگران مشغول شوند. شما گمان میکنید که این عقیده من است؟ این تقریبا آن چیزی است که کارل یونگ روانشناس و روحشناس شویتزری از اظهار داشته است. یکی مزاجان من نه از نیوروز اصلی کلینیکی بلکه از بی‌معنیگی و خالگی حیات عذاب دارند. دیگر خیل کرده گویم آنها میخواهند که کسی آنها را برد، ولی عرابه حیات از پهلویشان گذشته میرود و آنها قفا مونده سراسیموار جانب دکتر روحشناس میشتابند تا از حیات محدود خالی و بی‌معنی خود شکایت میکنند. از عرابه عقیم مانده در سر چهارراه تنهایی میکشند و به غیر خود دیگر همه را نه میزنند و محکوم میکنند و طلبات پیشنهاد میسازند که تمام عالم باید موافق خواهش آنها عمل سازند. تماما ممکن است که شما خود به خود بگویید این حکایت به من یگان تأثیرات عمیق نگذاشت. اگر من هم در پرل هاربور می بودم عیناً مثل مارگارت ییتس رفتار می نمودم، ولی وضعیت من تماما دیگر است. حیاتم عادی و حزن آور. هر روز 8 ساعت به کاری بی‌معنی و دلگیر کننده مشغولم. در حیات من یگان واقعی هیجان آوری روی نمی دهد. در این حال چگونه می توان به کمک دیگران مشغول شد و چرا باید به دیگران کمک رسانم و به من از این چی فایده؟ این سوال واقعا هم مقبول است. حالا کوشش میکنم به آن جواب گردانم. بله، بگذار حیات شما یک رنگ باشد، ولی هر روز با آدمان زیادی وا میخورید که برای آنها چی کار میکنید؟ از پهلویشان گذشته میروید یا میکوشید بفهمید که آنها یگان پرابلمی دارند؟ مثلا هر روز شما خطکشان را وا میخورید. او هر سال صدها میل مسافت را طی میزند تا برای شما خدمت رساند. آیا شما یگان بار مراق ظاهر نمودید که او در کجا زندگی میکند، چند فرزند دارد؟ شما از او پرسیدید که کارش مراق آور است یا دلگیر کننده؟ به او معقول است یا نه؟
شما هر روز به فروشنده جوان مغازه بقالی یا کهنه‌دوزی که در یک کنجک نشسته تفلیهایتان را تا یه لقاس زدن تازه می کند وا می خورد. آنها هم آدمند، هر کدام مشکلات خود، جهد و کوشش خود را دارند. آنها نیز می خواهند صحبت و چخ کنند، ولی آیا یگان وقت با آنها چنین امکانیت را داده؟ شما یگان بار صمیمانه به حیات آنها مراق ظاهر نموده؟ انا همین را من در نظر دارم. باید همه ما در کوشش آن باشیم که عالم را، حیات را زیبا کنیم. هر کس اقلاً عالم هستی خود را با این از خودی پگاه از معامله با آدمانی که آنها را میدانید و میشناسید سر کردن ممکن است. این به شما چی می‌آورد؟ باور کنید خوشبختی بزرگی، قناعتمندی بزرگی که میتواند شما را ممنون و مسرور نماید. ارسطو این رفتار را اگائیسم معرفت ناکانه نامیده است. زردشت گفته است به دیگران نیکی کردن وظیفه حتمی نیست، زیادتر است. خرسندی است که سلامتی را به می کند و خوشبختی را تقویت می بخشد. بنجامین فرانکلین باشد این را خیلی عادی و ساده خلاصه می کند. وقتی به دیگران نیکی می کنید می گوید او در نوبت اول به خودتان نیکی می کنید. از روی قیدی من می نویسد گنری لینک، دیرکتور مرکزی روحشناسی نیویورک، یگان کشفیات پسیکولوژی معاصر از اثبات علمی آن که برای خود عمل کنی و خوشبختی خود را قربان کردن ممکن است مهمتر نیست. غمخواری به دیگران نه تنها کمک می کند که از غم و تشویش رها یابید، این چنین باعث آن می گردد که دوستان زیاد پیدا نماید و از حیات بهره ها برید. چی طور؟ با این سوال بار من به پروفسور دانشگاه ییل ویلیام فلیس مراجعت نمودم. او چنین پاسخ داد: وقتی من به مهمانخانه، سرتراشخانه یا مغازه داخل می شوم، به اشخاصی که از رو به رویم می براید البته سخنان خوب می گویم. من کوشش می کنم به هر کس طور مناسبت نمایم که شخصیت او را معین می سازد. گاه به فروشنده خوش آمد می زنم، چشمان یا مویهای زیبا او را تعریف می کنم. از سرتراش می پرسم که روزی دراز بالای پایهایش راست ایستاده آیا مانده نمی شود؟ چند سال باز کار می کند و در این مدت تقریباً موی سری چند هزار آدمان را به ترتیب آورده است. با او کمک می کنم که این را حساب نماید. کیها برای خود کشف نمودم که با کار و بار آدمان مراق ظاهر نمودن آنها را شاد و مسرور می سازد. من دست حمال را که باری مرا می آرد سخت می فشارم. این تمام روز کیفیت او را خوب می کند. بار یک روز خیلی تفسون تابستان من برای خوراک خوردن به وگان رستورانی اکسپرسی راه آهن در آمدم. وگانی از آدمان پر پیچ تفسون را به خاطر می آورد. خدمت رسانی باشد به حد سست بود. وقتی پیش خدمت به من ورقی منیو رو دراز کرد با او گفتم با آشپزهایی که در مطبخ گرم کار میکنن از افتش این روز خیلی مشکل است. پیش خدمت اول دشنام داد و سپس با آهنگ رنجش افزود: ای خدای زور و توانا، آدمان دائما شکایت میکنند. شکایت از دیر خدمت رساندن، از گرمی، از نرخی بلند و باز 1001 سبب و بهانه دیگر. من 19 سال این جانب این دعوای و شکایت ها را میشنوم. در این مدت شما یگانه آدمی هستید که به آشپزهای وگان تفسون التفات اظهار می نماید. از خدا خواهش دارم صرف چنین مسافران را زیاد سازد. پیش خدمت به وجد آمده بود که من نسبت به آشپزهای زنگی چون به انسان مناسبت دارم. آدمان دائما به آن احتیاج دارند که با آنها اقلاً کم مناسبت انسانی نمایم. ادامه داد پروفسور فلیس: وقتی از کوچه می گذرم و آدمی را می بینم که سکچه زیبایی دارد البته توجه اظهار می سازم. بعد این چند قدم پس به قفا نگریسته می بینم که او چنان سکچهش را نوازش دارد. یعنی توجه من و محبت او را نسبت سکچه زیاد کرده است. باره در انگلیه به پادبان دوچار آمدم که سگی خیلی کلان و با عقل داشت. به یاد آورد پروفسور فلیس: من به زیبایی سگ توجه ظاهر نموده این را به پادبان اظهار نمودم. بعدتر وقتی از پادبان دور شدم و به پشتم نگریستم دیدم که چطور سگ هم فایده دید. شما تصور میکنید که شخصی که دستی حمال را میفشارد به آشپزها التفات ظاهر میسازد آیا میتواند آدمی مایوس و تشویش آلود باشد؟ آیا چنین آدم به کمک دکتری روحشناس احتیاج دارد؟ البته نه. در ضرب المثل خطایی آمده است: بوی گل میکند دستی که به دیگران گل تحفه میکند.
یک خواهش: اگر شما خواننده مردی نباشید، ابزاسی پایان را می توانید نخوانید. شاید آن به شما صفقاور نباشد. در این ابزاس حکایه می شود که چه طور یک دوشیزه بدبخت گشته توانسته دیدی چند مرد را رباید و همه آنها از او دست و دل پرسیده اظهار داشتند، تیارند شریک حیاتش شوند. این دختر حاضر مادر کلان شده. از چند سال مقدم من در خانه‌ای که او با شوهرش استقامت داشت توقف نمودم. در آن شهر باید لکسیا می خواندم. بعد انجام سفرم او مرا به ماشینش چینانده به استانسیه که باید به قطار نیویورک می نشستم آورد. ما 50 میل مسافه را طی نموده بودیم که بینمون صحبت درباره چه طور دوست پیدا کردن قرار گرفت. همسفری من گفت: جناب کرنگی، حاضر من به شما حکایت می کنم که آن را به کسی حتی به شوهرم هم نگفتم. واقعا این حکایت به آن درجه مراقب‌آور نیست که شما چشم دارید. او حکایه کرد که در عائله به وی رسیده است که به اشرافان فیلادلفیا متعلق بود. فاجعه کودکی و نوجوانی من گفت او کمبغلی بود. عائله ما نمی توانست چون دیگر همسایه و همپایه ها مهمان قبول کند. من کرته های خوشدخت و زیبا هم نداشتم. یک دو سر و لباسی که داشتم شینم و زیبا نبودند و آنها را دور و دراز می پوشیدم. شرم داشتم، خود را ناهنجار حس می کردم تا به آن درجه که شبها می گریستم. عاقبت در حالت مغشوشی شدید فکری از سرم گذشت که خیلی عجایب. قرار دادم از جوان مردانی که با آنها در محفلها ششت و خیز داشتم واقعه های از سرشان گذشته را، نقطه نظرشان را در بابت این یا آن مسئله، اندیشه هایشان را درباره حیات و نقشه های آیندهشان را پرسان می شوم. این پرسش ها را من از برای آن می گذراندم که به جوابهایشان مراق داشتم. هدفم دیگر بود. می خواستم دقت آنها را از کرته کهنه‌ام دور کنم، ولی واقعی غیر عادی روی داد. به حکایه جوانان هر قدر بیشتر گوش می انداختم، درباره آنها چیزی بیشتری می فهمیدم و با آنها صحبت کردن برایم مراق‌آور می شد. گاه چنان به صحبت داده می شدم که نارسایی سر و لباس و آرایشم را حتی خودم هم فراموش می کردم. باز دیگر چیز مرا به تعجب آورد. از آن که من شنونده خوب بودم، به حکایت‌هایشان خوب دقت می دادم. جوانان خود را خوشبخت حس می کردند و همین طریق من به گلی سری سبد معرکه ها تبدیل یافتم. یک بار 3 کس به من تکلیف ازدواج کرد. عجبه نیست بعضی ها این باب کتاب را مطالعه نموده اظهار سازند که این عقیده مراق ظاهر نمودن به گرد و اطراف یک گپ بی‌معنی و حتی عقیده خرافاتی است و اهمیتی ندارد به آدم و خواهید که حیاتتان خوش گذرد باید خود را آب و ادا نموده همیان پر کرد. خیر چی؟ هر کس عقیده خود را دارد و اگر شما همین خیل اندیشه خود را حق شمارید، پس تمام پیامبران و حکیمان از عیسی سرکرد تا کنفوسی، بودا، افلاطون، ارسطو، سقراط و فرانسیسکوی اولیا سخت خطا کردند. اگر شما این را خرافات پرستی معنیداد کنید و تمسخر سازید، پس به مسجد اتئیستان گوش اندازیم. اتئیستی معروف اصل 20 امریکا که به یگان دین باور نداشت، آنها را افسانه می حسابید و می گفت که حیات این افسانه است که دیوانه نقلش می کند. گپ بسیار دارد و معنای کم از یک تعلیمات عیسی. تعلیمات درباره خدمت به دیگران خیلی متأثر گشته است. برای آنکه آدم در جاده حیات به اندک خوشبختی نائل گردد، گفته است این آدم تئودور درایزر. او باید برای آن نقشه بکشد که چطور نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم محیط را گوارا سازد. خصوصا از آن جهت که خرسندی او حس می کند از آن وابسته است که چقدر برای دیگران خرسند می شود و دیگران برای او. اگر ما خواهیم که طور درایزر عقیده دارد محیط را برای دیگران گوارا سازیم، شتاب کردن لازم. وقت می گذرد. از این راه من تنها یک بار می گذرم. از این رو باید یگان کاری نیک کنم، نقش خوب باقی گذارم. این کار را قفا پرتافتن از این امکانیت استفاده نبردن ممکن نیست، چون که از این را یک بار می گذرم. از این رو اگر شما خواهید از تشویش رها یابید، به آرامی روحی و خوشبختی نائل شوید. قاعده 7 را رعایت کنید. به دیگران توجه ظاهر کرده خود را فراموش کنید. هر روز کاری نیکی کنید که از آن در چهره دیگران تبسم پیدا شود. خلاصه قاعده 1: مفکوری خود را سرشار اندیشه ها درباره آرامی، مردانگی، سالمی و آرزو کنید. آخر حیات ما آن چیزی است که دربارش فکر میکنیم. قاعده 2:
هیچگاه در نیتی از دشمنتان انتقام گرفتن نشوید، چون که به خودتان بیشتر ضرر می آورید. چون گنرال ایزنخاور عمل ساخته درباره آدمانی که به شما معقول نیستند یگان دقیقه فکر نکنید. قاعده سوم، بجای آن که از ناسپاسی محزون شوید به آن آماده باشید. در خاطر داشته باشید که عیسی در یک روز 10 نابینا را طبابت کرده بود، ولی تنها یکی از آنها منتداری اظهار نمودند. شما چطور می توانید از عیسی بیشتر منتداری را انتظار باشید؟ در خاطر داشته باشید که علاج یگانی خوشبخت شدن نه سپاس را انتظار شدن، بلکه نیکی کردن و از آن خرسندی حس نمودن است. در خاطر داشته باشید که سپاسگزاری نشان تربیه است. از این رو اگر خواهید که فرزندانتان سپاسگزار باشند، این را به آنها آموزانید. قاعده چهارم، براری خود را به حساب گیرید، نه نابرابری هایتان را. قاعده پنجم، به دیگران تقلید نکنید، خود را شناسید و تنها به خود مانند باشید. فراموش نکنید حسد، جهالت و تقلید خودکشی است. قاعده ششم، وقتی قسمت به شما لیمو می دهد، کوشش کنید آن را به لیمو آب شیرین تبدیل دهید. قاعده هفتم، به دیگران خوشبختی آورده ناراحتی خود را از خاطر برآرید. به دیگران نیکی کردن این در نوبت اول به خود کمک نمودن است.